در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار داریم و آنچنانی که می‌بینید در مرکز این میدان مجسمه اسماعیل سامانی برافراشته شده است. هنوز در سال 1991 و در زمان شوروی تا فروپاشی زمان شوروی اینجا مجسمه لنین بود و این میدان هم با نام لنین به زبان گرفته میشد. در ماه سپتامبر سال 1991 پی یک آشوب مردمی مجسمه لنین که در همینجا قرار داشت برکنده شد و پاره های این مجسمه هنوز هم در خانه موزه حزب کمونیست تاجیکستان محفوظ هستند و بعدتر با این با نام آزادی تبدیل شد و بعدا این در سال 1994 مجسمه ابوالقاسم فردوسی در اینجا برافراشته شد که این را با کوشش و تلاش های بیشتر از همه زیایان روشنفکران و عالمان دانشمندان این اقدام صورت گرفت و دنبال این در سال 1999 مجسمه اسماعیل سامانی که همون طوری که ما می‌بینیم که در همون سال تاجیکستان جشن 1100 سالگی دولتداری اسماعیل سامانی را تجلیل می‌کرد، مجسمه اسماعیل سامانی نیز در همین میدان وسیع گذاشته شد و این میدان دیگر همچون یک میدانی بود که تا هنوز عیدها و جشن‌های دولتی و مردمی در اینجا برگزار کرده می شود و همچنان ادامه دارد. ما همین حالا از خیابان اسماعیل سامانی که از کنار پارلمان تاجیکستان میگذرد قدم زده ایستادیم و ما حالا در خیابان به نام تهران قرار داریم و همچنان که میبینیم اینجا هم سفارت جمهوری اسلامی ایران است و پس از باز شدن سفارت ایران در تاجیکستان حکومت تاجیکستان به خاطر مناسبت های نیک دو جانبه این خیابان رو هم به نام تهران پایتخت ایران گذاشتند. قبلا این به نام مکسیم گورکی یعنی کوچه گورکی بود که اساسگذار ادبیات سویتی روس شوروی بود.